به نام خدا. همراهان همیشگی آنتن، سلام، شبتون بخیر. هاکان پشت ضربه کرنر، خودت هاکان چالهانوغلو. شاید بودیم تیمی که اینتر رو فصل پیش در فینال شکست داد. لاوتارو مارتینز پاس برای مارکوس تورام، موقعیت دارم با ارزی تورام و دفع استفانو توراتی. لاوتارو مارتینز بازی رو باز کردن، توپ رو بردن به فضای ایدئالی که دیمارکو در اختیار خودش داره. پاس برای بارلا، لاوتارو اکاده کوتاهش با کاپیتان لاوتارو مارتینز. انتقال بازی به فضای خلوت‌تر، هنریک مخیتاریان چه دری باز کرد برای دیمارکو. عوض کرده باشه تو بازی که اوپندا ستاره بلژیکی این فصلشون باز هم گلزنی کرده. فرصت برای مخیتاریان. کلن تو ساسولو بود که نامی برای خودش دست و پا کرد دی فرانچسکو توی فوتبال ایتالیا. یه سوپر گل، ماما میا، یه گل عالی از دیمارکو. این دیگه چی بود؟ خط کشی شده دقیق، بیدرنگ. توی پلی استیشن هم نمیشه چنین گلی زد که دیمارکو زد. مردی که بیشتر توی این فصل برای اینتر سازنده بود و 4 تا پاس گل داده بود، به شدیدترین شکل ممکن سنگربان جوون حریف رو تنبیه میکنه تا دیگه انقدر جلو نیاد. این موقعیت رو با هم دیگه ببینیم. مارکوس تورام توپ رو برداشته و پا عوض میکنه. فرصت برای مارکوس تورام. پنالتی هست یا نیست؟ بله، جواب مثبت و حرکت انفرادی مارکوس تورام خیلی زود ضربه پنالتی رو در آغازین دقایق نیمه دوم به نفع اینتر به ارمغان میاره. اصلا اجازه ندادن تا ما نفراتشون در نیمه دوم رو معرفی کنیم. رفت و اینجا پنالتیه رو گرفت. بازبینی هم تموم شد، پنالتی تایید شد. هاکان چالهانوغلو پشت این توپ حضور داره. هاکان ضربه رو زد. متخصص زدن ضربات پنالتی، رکورد 100% گل کردنهای پنالتی خودش توی این فصل رو باز هم تداوم میبخشه تا 5مین گل این فصلش رو توی فوتبال ایتالیا در دروازه فروزینونه قرار داده باشه. ورزشگاه جوزپه ماتزا طنین انداز میشه. یان زومر، دارمیان، آچربی، باستونی، دومفریز، بارلا، چالهانوغلو، مخیتاریان، دیمارکو، تورام و مارتینز 11 اینتر هستند. باستونی کاملا جلو اومدن. مخیتاریان تیر خلاص رو شلیک کرد. متو دارمیان. جرارد مورنو گل اول بازی رو برای زیردریایی های فوتبال اسپانیا به ثمر رسون، ولی اکسل ویتسر روی پاس گل آنتوان گریزمان کارا به تعادل کشون در متروپولیتانو. فرصت برای فروزینونه. این بار تیر عمودی دروازه به فریادرس اینتریا تبدیل شد. بعد از گل دومی که دریافت کردن، هجومی و بی‌محاباتر دارن کار دنبال میکنن. فرصت برای شوت زنی موفق متو دارمیان. ضربه سر اول از مخیتاریان. مارکوس تورام به دنبال توپ با چنگ و دندون 3 موجت کماکان توپ رو در اختیار داره. بالاخره یه نفر توپشو زد و تصاحب کرد. توپ رو میارم به سمت راست. مارکو از همونجا اقدام به شوت زنی شار عمل میکنه. یان زومر و غافلگیر نمیشه افتتاح کنند. توپ میاد به سمت چپ. عکس العمل یان زومر در مقابل این چهره کایا ژورژ، مهاجم برزیلی جوون یوونتوس که قرضی به فروزینونه پیوسته. چه اشتباهی! لاوتارو خودخواهانه موقعیت از دست داد. میتونست توی عرض. اویونو قطع ارتباط. اینتر موفق میشه 2-0 این بازی رو ببره و 3 امتیاز خانگی رو در مقابل فروزینونه کسب کنه.